زیرا میگن ای دوست بیا که تویم آباد شود، فرزند تو هم الها عروس و داماد شود. ما تمنا میکنیم همه فرزندها داماد شوند، همه گل دختران عروس همچون مه آسمان آمد. مرحمت عزیزان میمانان گذشته به جایهای خود میشینید. ما این محفل زیبا را این دمای لحظه آغاز میکنیم. به حرمت دل و دلدار سلام، به عزت قدم یار سلام، به خنده های صمیمانه و خوش، به خوبی همه این کار سلام، به هر کسی قدم رنجانه. گلدختران زیبا، اکثریت شما در صفحه شخصی من می‌نویسید که اگر رستمجان یگان کاری معین است که معاش خوب داشته باشد. من با شما یک کار رو پیشنهاد میکنم. من امروز با نیلوفر شوی با هم صحبت گشتم. این دختره که رشته حتی با یک سامان پول زور بود و او شوهر کرده صاحب 4 فرزند گشت. آنها صاحب خانه شخصی نیز نبودند. وقتی به مسکو رفت و مسئله دوستانش توانست در شرکت فابریک راه یابد، تجارت رو آنلاین در واتساپ شروع کرده. توانست در مدت کوتاه به هزینه دایرکتوری رسد و امروز بیش از زبانش باز هم بالاتر، یعنی استارشی دایرکتوری فابریک گشته است. امروز پیشنهاد میکند که دختران زیاد رو میخواد با توفه خرسند گرداند. توفه هاش میدونید چی است؟ انگشترین طلا هدیه میکنند برای نفری که از میانی انمون نفرانی که در لینه او اعضا میشوند جایهای کاری خالی رو پر میکنند انگشترین میدهد. دوم، موبیل تلفن، یعنی که شما نمیخواهید که صاحب آیفون گردید. آیفون 16 پرو مکس نیلوفر خان میتوانند که در مدت فعالموکی شما آن رو به شما هدیه نمایند. دیر نکرده به نیلوفر تفاهم شوید و طرز کار را آموزانده به پول یاد داده شما را صاحب مبلغ‌های پولی گردانده. علاوه بر این بونوس میدهند و شما از صاحب بونوس میتونید صاحب توفه‌های شرکت فابریک گردید. فرصت رو از دست ندید. مبارک وقتی به بیستمین سال والدین عزیز در این لحظه‌های زیبا که شما فرزند خود را پیوند خود را جگربند خود را روی تخت و وقت زینه. گلدختران و بانوان نازنین اینک یک چند کرته های زیبا را از صحیفه شبیشش به شما نشان میدهم. کرته های اعلی صفت بهاری، بینید چقدر زیبایند. بهر دوستداران مال‌های اعلی صفت دبی من برای شما یک صحیفه بهترین پیدا کردم. نام صحیفه زینیرا کالکشن است. دارای متا کرتا همه چی برای ما بانوان است. فراموش نکنید که مال‌های اعلی صفت دبی و چون در پیش جشن‌ها زیاد است، فصل زیبای بهار است، جشن مادران است، عین حال در این صحیفه باز تخفیف است. حاضر من نشان میدهم که این صحیفه دارای چه نمودی مال‌ها است. حاضر در اینجا یک چند نمودی متاها است. من برای شما به عنوان عزیز نشان میدهم. متاهای نوینکه که در همه جا نیستند. متاها محض برای فصل زیبای بهار. میتونید از این نوینکه ها برای خود گیرید. اولین شده این متاهای زیبا رو البته که شما باور کنید. انا نوینکه های دبی رو بینید. بعد مال‌هایی که در این صحیفه هست در دیگر جایها نیست، چون که اکثریت اینترنت مغازه ها مخصوصا مغازه های کشور مال‌های دبی را محض به واسطه صحیفه زینیرا کالکشن برای مغازه ها برای فروش خود دسترس میکنند. انا این چون گفتم متای نوینکه است. تور بینید چند رنگش است. دخترها این نبینید برخطه نوینکه های از این حالی در یگان جا نیست، تنها در زینیرا کالکشن است. برخطه که نقش نگار مثل اطلس دارد. نکک است برای فصل بهار، کرته های بهاری. اولین شدش ما میپوشین. همه رنگ های برخطه هست با نقش نگاری گوناگون. انا اینش ببینین چه خیلی فسونش. این بینه اینجا یک چند نمودی برخطا هست. رنگا با کدام رنگ شما در کار باشد گپ زنید دارن.
دخترای خوشرو در اینجا کورته های تیار دوخته شده دبی است. زیاده از 100 نمود است. این 100 نمود من نمیتونم که هر یک تاشون رو بابر کنم با شما نشون دیم، چون که استوریز های مرا شاید تا سحر تماشا کنید. حاضر یک چند نمودش رو نشون میدیم، باز برای شما البته که میپوشم. دخترها از این همه رنگاش هسته، ручная работа. Бинен чиқи куртаи хушрӯй. دوستای عزیز من ببینید در اینجا همه پرفیوم‌های عربی یعنی دبی است که انا حیاتی. در این طرف همه عطرای زنانه و مردانه میتونید برای خود برای نزدیکاتون گیرین. اینا شتون میره دایی بو اوریجینال، همشون اوریجینال، صفاتای بلند قطعی، برندهای جهانی، برندهای گوناگون. اینجا لاسیون‌ها برای بدن همه نموداش هست. نوینکه ها ویکتوریا سیکرت و نای برندان چنم دارن از زمونا، مالچکو، شامپونو. اینم برنده برای موی سر بیاد خوب است. رکسون های مردانه همه چی بینین هسته. حتی شکلادای دوبایسکی دارن. زوبنای پاستا که دندانه بیاد خوب سفید میکنن. ماسک هست، کرم برای روی، همه چی، کرم برای دست، همه چی پرفیوم از دبی. брелоко هست. انا این برای холодильник. ببینید چه عجیب است. انا خیلی بیژوتریا ها، گوشواره خوشرو، گوشواره هر خیلی چالا با نرخ‌های دسترس ارزان. ببینید دخترکو اینو سیاه نمیشوند، رنگشون عوض نمیشود. انا خیلی با брелоко، آینچه دور، همه چی دارن. این آنتیسپتیکه. دیدین چه چکای خوشرو دارن. انا در باغ بدم بلبل نالان دیدم. انا ای برف گذر کردم باران دیدم. های بارنج و عذاب شکست پیوند شوه. های دل شکستن دریغ آسان دیدم. صدقه ناز نگاهت شومه، بستگی زلفی سیاهت شومه. تشنگی دیدن یک خنده ایتر، عاشقی چهره ماهت شومه. صدقه ناز نگاهت شومه، بستگی زلفی سیاهت شومه. تشنگی دیدن یک خنده ایتر.
دوستارا باور کنید جدم قوه بر بسیار که مالکه خسته شدم از همه بهترش در اومده باقی مونده شده صحیفه شون بینید یا که اومده از پیش بینید. اینا چقدر توانستم برای شما نشان دادم. معقول شدگیش اسکرین کنید با صاحب صحیفه روان کنید نرخش را پرسان شوید. نرخ دسترس است.